مسی وقتی عصبانیه واقعا ترسناک میشه ها. بعد اینکه لئو این یارو رو با دریبل زدن ضایع میکنه، دوستمون فشاری میشه و به مسی میگه آروم باش کوتوله. مسی هم بدجوری جوش میاره و همون لحظه توپو ول میکنه، اینجوری طرفو جر میده. نزن آقا نزن. خب زدی. سروران عزیزی که در اعمال. بعد از خطای رونی روی بازیکن پرتغال، رونالدو از داور میخواد اونو اخراج کنه. رونی هم که اصلا انتظار نداشت رفیقش همچین حرفی بزنه، با کریس درگیر میشه و هرچی فوشه میکشه بهش. آخرش هم داور اخراجش میکنه و رونالدو هم با یه چشمک ازش خداحافظی میکنه. وقتی این بازیکن به زلاتان تنه میزنه، ایبرا اینجوری گردنشو میگیره و هیچ کدوم از همتیمیاش جرأت نمیکنن اعتراض کنن یا حتی بهش دست بزنن. تازه وقتی مربی بیادبشون اعتراض کرد، داور بهش کارت قرمز داد.